چون عمر ما به دور جهان پایدار نیست، از بهر دوست بهتر از این یادگار نیست. ای داستان به همسر نازنینم به ملیه جان گل ها تقدیم میکنم. خدا کنه که قبول بکنن و هرچند میفهمم که مشکل پسند و سختگیر است، اما ای که مرا گرفته و آدمی به قد و قواره مرا پذیرفته، معلوم است که نسبت به شوهرش عنایت داره و تساهل داره. خدا نگاهش کنه. از دل و جان پرستشش میکنم و بعد از خدا خدای دل من هست. خوب به یاد ندارم که کی و چگونه با دختر کوکوگل آشنا شدم. حد فاصل بامهای ما دیوارک به کوتاهی قدهای ما چند بلست بود، اما برای ما به حد دشوارگذار و ترسناک می نمود که گفتی با برج بابل و یا سد اسکندر مقابل استیم. بعضا دلم میخواست که شیطان را لاحول بگویم و با یک جست از آن مانع دلهره آور بگذرم و با دختر کوکوگل از نزدیک هم بازی شوم، ولی تا به دیوار نزدیک می شدم چشمهایم سیاهی می رفتند و پاهایم به لرزه می افتادند. در آن سالها تخت بامها یگانه پناهگاه امنی بودند که زنهای کوچه ما با فراغ خاطر بر آنها می برآمدند و بی ترس از قهر و عتاب مردهای پیشانی ترششان کوفت دلشان را می کشیدند. اغلب گفت و شنود زنهای همسایه ما در مذمت از شوهرانشان شروع می شد، لیکن گاهی اتفاق می افتاد که اختلاطهایشان به جاهای باریک می کشید. به پروا یک دیگر را تلک و ترازو می کردند و گور مرده های هفت پشتشان را برباد می دادند. گاهی این دعواها 2-3 روز دوام می کرد و شامگاه هنگام متارکه موقت بر رسم دیرین دغاره ها را چپه می گذاشتند و فردا همین که مصاف را از سر می گرفتند دغاره ها را راسته می کردند و معنایش از سرگیری نزاع بود. از آن میان عادت زن جوان و تکیده از دیگران فرق می کرد. او با احد زبان به زبان نمی شد و حتی سلام علیک نمی کرد. همیشه وقتی که به تخت بام می آمد کنج خلوتی را انتخاب می کرد و پشت استخوانی و قبرغه های برآمده‌اش را به گرمای آفتاب می سپرد و در خود فرو می رفت. باری متوجه شدم که شانه هایش آهسته آهسته تکان می خورند. گمان بردم بیمار است و تب لرزه می لرزاندش. روزی دریافتم که دور از چشم دیگران گریه می کند و مایل نیست که کسی ببیندش. دلم به حالش سوخت. قد بلندک کردم و از پشت دیوارک سنجی پرسیدمش خاله جان کی زدید؟ چرا گریه میکنی؟ سرش را بلند کرد و با حیرت آمیخته با نگرانی به طرفم دید. بعد از درنگ کوتاه با گلوی گرفته جوابم داد جان خاله گریه نمیکردم، غم سبزای لب بام میخوردم. حیرتم 2 برابر شد. چشمم به هرزه گیاهانی افتاد که دم چشمش روییده بودند. با مهربانی ادامه داد امسال بهار بی باران آمده، اگر حلق سبزه ها را تر نکنم میترسم مثل خودم زرد و زار شوم. براستی به نارون خزان رسیده میماند که در حال خشکیدن بود
دلسوزانه و صمیمانه گفتمش خاله تو خودت مثل چوب خشک هستی، اگر بموری گریه تو را کی میکنه؟ با پوزخند جواب داد ابرا. گفتم خاله جان خدا بازی نته، هر کس باید به فکر خودش باشه. میگن که ابرا کور و کر هستند، غم هیچ کس ندارند. از لجاجتم به تنگ آمد و رویش را دور داد. فهمیدم که اغفالم میکند. هوشیارتر از آن بودم که فریب بخورم. کنجکاو شده بودم و دلم برای پرسجوی بیشتر مخ میکرد. باز پرسیدم خاله جان مرا بازی نته، باران همی دیشه و شرشر میبارید، من خودم صدایش میشنیدم. ابرا نغم تو را دارن و نغم سبزای لب بامه. دید که با آسانی رهایش نمیکنم. به خاطر رفع شر از خودم پرسید تو چه فکر میکنی که زنها چرا گریه میکنند؟ کودکانه جواب دادم وقتی که بابا یا بابیشان بمره. گفت نه دانتا به خیر واکو، شکر هر دویشان زنده هستند. ادامه دادم در وقت مرگ خوار یا برادر ادامه دادم در وقت مرگ خوار یا برادرشان. گفت خدا نکنه اونام جور هستند زنده هستند. احمقانه گفتم خیلی وقته که دیوانه میشن. گفت نه جان خاله اگه از خود بگویم دلم مرده. خوب فهمیدی؟ من فقط برای دلم گریه میکنم. حیرت کردم تا آن وقت درباره دلمردگی چیزی نشنیده بودم. خواستم بروم پایین و ماجرا را برای مادرم تعریف کنم، اما منصرف شدم. چه میدانستم که او چنان که باید مرا درک نخواهد کرد. لاجرم آسانتر دیدم که راز زن همسایه را نزد دختر کوکوگل افشا کنم. بعد از مدتها یک دوسه گفتم و با یک جست از مرز خانه های ما که مانند صد اسکندر دشوار گذار می نمود پریدم و خود را به او رساندم. در آن دقایق دختر کوکوگل گودیگک‌هایش را بر تشکچه کوچک خوابانده بود و مادروار بر پشتشان تپ تپ می زد. تا مرا دید انگشت اشارهش را بر لبهایش چسباند و کشدار و آمرانه اشت گفت. فهمیدم که کار خلافی کردم و با آن جست به هنگام خواب گودیهایش را پراندم. مثل یک مهمان ناخوانده شرمسار و رنگ پریده میخکوب ماندم. عاقلانه مرا دریافت و با اشاره دعوتم کرد که پهلویش بنشینم. نفسم سوخته بود و دلم دک دک میزد. دختر کوکوگل آهسته پرسید چرا میلرزی؟ ترسیدی؟ از رعشه‌ای که بر پاهایم دویده بود شرمیدم. جواب دادم میترسم که بابا جانت بیاید و مرا بزنه. گفت بابا جانت سر کار است و تا شام نمیآید. گفتم نشه که مادر جانت بیاید و مرا زیر مشت و لغت بگیره. گفت مادرم کسی را نمیزنه. کمی آرام گرفتم و گفتم که میگن که نام مادرت کمی آرام گرفتم و گفتم میگن که نام دختر کوکوگل است. راست میگن؟ گفت نه کوکوگل نام مادرم است. نام من ملوست، ملو جان. فهمیدی؟ دو سه بار با خود ملو جان گفتم و نامش را تکرار کردم. هوشمندانه گفت شاباش درست گفتی ملو جان. آن روز تا دیگر قضا با هم بازی کردیم. دیگر در سکم به کلی پریده بود. دل بالا با هم بازی میکردیم، میخندیدیم و گپ میزدیم. گفتی از سالها هم دیگر را میشناسیم. کوکوگل مادر معلوم مهمترین زن کوچه ما بود. کوچگی ها نام خانهشان را به نام خانه کوکوگل می شناختند. نامهایی چون دختر کوکوگل، شوهر کوکوگل، نوکر کوکوگل، ناظر کوکوگل، آشپز کوکوگل و نسبت هایی بودند که با آن آرگاه و بارگاه می دادند. پسانتر دریافتم که برخی حتی کوچه ما را به نام کوچه کوکوگل می شناسند. در آن سالهای صعب و سیاه که از بام و در بر سر زنها نکبت و نحوست می بارید و هر مرد در خانهش بردهداری می کرد، به ندرت شیر زن پنجره های قفس را می شکست و به آزادی و
شهرت و نان و نوا می رسید. در تمام کابل فقط 3-4 تا مسجد، کوچه و سرای بنجاره به نام زنها مسما بودند، از قبیل مسجد شابوجان، کوچه مادر وزیر، سرای مادر قمری و خانه بیبی رادوجان. اما کوکوگل جای خودش را داشت. او حلال دشواری ها، مشکل کشا، محرم راز و میانجی عامل و منصفی بود که کدورت های دیرینه بین سیاسرها را حل و فصل میکرد. بار من و ملو مشغول بازی بودیم که کوکوگل را بی صدا در چند قدمی بام یافتیم. تا چشمم به او افتاد سراپا مات و مبهوت شدم. سرفگنده و ترسیده سلام کردم. کوکوگل با وقار و آرام و علیک گفت و پرسید تو بچه بوجان هستی؟ جواب دادم بله. گفت به مادرت از طرف من سلام بگو. سپس با تمکین و صلابت ما را ترک کرد. با همان طرز رفتار و صحبت کوتاه دریافتم که کوکوگل از دیگر زنها فرق دارد. وقتی که سلامش را به مادرم رساندم گفت بچیم اگه کوکوگل مرد می بود یک پایه پادشاهی می بود. از آنگاه به بعد من و ملو با فراغ خاطر بیشتری با هم بازی می کردیم و می توان گفت که اندکی با هم جوش خورده بودیم. هنگام ماندگی وقتی که خوب از جست و خیز خسته می شدیم در کنج بام دم می گرفتیم و بعضاً پیتو می کردیم. در آن لحظه ها ملو افسانه های بابا خارکش، دختر پادشاه و بچه وزیر، علی بابا و چلدوز را که از کوکوگلش یاد گرفته بود با شاخ و برگ و رنگ و روغن برایم حکایه می کرد و از زبان شیرین و صافش در می یافتم که در این دنیای عجایب و غرایب و رنگارنگ از ما بهترانی چون ارواحها، فرشتهها، پریها، شیطانها، جنها و دیوها نیز وجود دارند که در گرد و نواح ما زندگی می کنند. اگر پای خود را کج بگذاریم شیطان در درون دل و زیر پوست ما خانه می کند و ما را ترغیب می کند که دروغ بگوییم، دزدی کنیم و مردم را بیازاریم. و اما اگر راه راست را انتخاب کنیم فرشته ها به کمک ما می آیند و راه بهشت را نشانمان می دهند. از ملو می پرسیدم این گپ ها را کی یادت داده؟ با تبختر جواب می داد کوکوگلیم، کوکوگل جانیم و آن وقت دلش باغ می شد. بدین منوال آن قصه ها و روایت ها در گوش و هوش و دل و دماغم رخنه می کردند و مجذوب آن قصه گوی کوچک، شیرین زبان و بسیار زیبا می شدم. زیر تأثیر آن دنیاهای شگفت‌انگیز رفته رفته به اصطلاح خیالاتی شدم. می پنداشتم شاهد دنیای غیر عادی هستم، دنیایی که پوست انداخته، جامه بدل کرده و بیش از پیش شفاف و دیدنی شده است. در آن فرصتها وقتی که به بالا نظر می کردم ابرها را در نقشها و اداهای موجودات زنده می یافتم. گاهی آنها را گله های از گوسفندان سفید در حال چرا می یافتم، گاهی قافله از فیل های مست که اوایل بهار با غرش ها و غوغاهایشان جنگل ها را به فرق سوار می کنند و گاهی کاروانی از مردان شاد که در هودج از حریر رنگارنگ زیبا عروسی را به حجله می برند. بوس و کنار آمده شد و استحاله آنها در همدیگر می رساندند که آنها هم معنای زندگی و عشق و عاشقی را می فهمند. آرزو می بردم که کاش من و ملو هم چون ابرها جسم و جان یکدیگر می بودیم و در بارگاه ستاره ها خرگاه می آراستیم. در یکی از آن افسانه ها آمده بود که سلیمان نبی بر انس و جن و دیو و پری و مور و ملخ فرمان می راند و بیشتر روزها و شبها را در طبقات هفتگانه آسمان سپری می کند.
دیوهای کوهپیکر تخت مرصع و جواهر نشانش را بر شانه های استبرشان به هوا میبرند و طاووس‌های خوشرنگ و سیمرغ‌های خوشخرام بال به بال همدیگر بر تخت سایه می‌افکنند تا گرما و سرما آن فرمان روای انس و جن را نیازارد. هوران بهشتی در سینی‌های سیمین و زرین دم دست سلیمان انتهور می‌گذارند و غلمان خوشرو و خوشپوش سفره آن پیامبر صاحب قران را با خورد و نوش و شیر و شربت می‌آرایند. من پا به پای آن افسانه های جادویی از زمین کنده می شدم و به جمع همسفران سلیمان می پیوستم، اما بر آن تخت مطلا ملوی قصه گو را می یافتم که با لب خندان سرگرم بیان حکایه هایی است که از کوکوگلش یاد گرفته بود. یک روز خبر آمد که همسایه ما از شور بازار به کوچه مرغ‌ها می کوچد. روز وداع باران دانه دانه می بارید و زنی مسلول و لاغر کماکان به خاطر دل نامرادش عزا گرفته بود و آیهای می گریست. طاقت دیدن ملول را نداشتم. او هم ظاهرا و یا واقعا غمگین معلوم می شد. در لحظه جدایی برایم گفت خبر داری که ما از اینجا کوچ میکنیم؟ پرسیدم به کجا؟ جواب داد خوب خبر ندارم، میگن که به شهر نو به کوچه مرغا. پرسیدم اونجا کجاست؟ جواب داد میگن که از اینجا بسیار پرسیدم اونجا کجاست؟ جواب داد میگن که از اینجا بسیار دور است. پرسیدم به اندازه کوه قاف؟ فهمید که به قصه هایش اشاره میکنم. با لبخند گفت نه نزدیکتر، غصه نکن. سپس تنین تپ تپ پاهایش به گوشم نشست که زینه ها را به آخر میرساند و دورتر میرفت. دیگر گلویم پر شده بود و توان ایستادن نداشتم. چون زن همسایه به کنج بام پناه بردم و شروع کردم به گریستن. دلم مرده بود. دیگر من ماندم و یک تنهایی تلخ و جانسوز. 12-13 سال دیگر هم در همان کوچه و خانه ماندیم تا اینکه خانواده ما نیز به تقلید از دو سه همسایه بلند پرواز ما دل از آن کوچه کندند و خانه را با تخت بامهایش فروختند و بار دیگر معذرت میشه یک دو خط بالاتر و دیگر من ماندم و یک تنهایی تلخ و جانسوز. 12-13 سال دیگر هم در همان کوچه و خانه ماندیم تا اینکه خانواده ما نیز به تقلید از دو سه همسایه بلند پرواز ما دل از آن کوچه کندند و به هوای رفتن به شهر نو خانه را با تمام تخت بامهایش فروختند و بار و بنه را به خانه نوی بردند که در آن نه از بام خبری بود و نه از بامبوتی ها. اتفاقا راه رفت و آمدم به مکتب و خانه از کوچه مرغ‌ها می گذشت. کوچه ناشناخته و مزدحمی که شاید سالها قبل دختر کوکوگل مقیمش شده باشد. عبور و مرور از آن کوچه باز یاد ملیحه را در من زنده می کرد. یاد کسی را که گمان می بردم آسمان و زمین و سنگ و چوب آن گذرگاه با نام او گری خوردند. چشمم همواره به دروازه های خرد و کلان آن کوچه بود تا مگر باب بسته اقبال من باز شود و در آستانه یکی از آن درها دختر کوکوگل بشکفد. از مدخل تا مخرج آنجا قطاری از عتیق فروشی ها، زرگری ها، قالی فروشی ها قرار داشتند، ولی اینجا و آنجا دکانک های برای فروش ماکیان خروس و دیگر پرنده های زینتی و خوردنی نیز موجود بودند که عمدتاً کارشان سربریدن و پوست کندن مرغ‌ها بود. دلم خیلی به حال آن بیچاره ها
میسوخت، مخصوصا وقتی که میدیدم با اشاره یک مشتری مرغ فروش در یک آن سر مرغکی را جدا میکرد و خونچکان و نیمجان در خریطه پلاستیکی میانداختش و سر خریطه را گری میزد. همچنین ناظر تمام دخترهای سبزه و گندمی رنگ بودم تا مگر یکی از آنها مرا بشناسد و بگوید که فراموشت نکردم. اما همین که به یاد می آوردم از آن سالها بیش و کم 13 سال می گذرد، دلم فرو می ریخت. چه برای بیرنگ کردن و زدودن هر خاطره آن همه لیل و نهار بیش از حد کافی می نمود. آن وقت بر دل شوریدم می خندیدم و یأس استخوانسوز جسم و جانم را می خست. روزی راهی پیاده رو به همان کوچه بودم که صدای دکاندار شوخ چشم و بیباک به گوشم نشست که بی‌پروا میخواند دختر گل گندم گل گندم، دختر مال مردم مال مردم. جوانی کجایی که یادت بخیر. سمت صدا را دنبال کردم و نگاهم به نیمرخ صورت دختری افتاد که با اندک تفاوت عین دختر کوکوگل بود. چشم به چشم شدیم و از رم نگاهش دریافتم که او همان کسی است که یک عمر در جستجویش بودم. دلم به دک دک افتاد و هوش از سرم کوچ کرد. تا میخواستم سلام کنم چون کان نمک و کوه وقار رو برگرداند و داخل دروازه‌ای شد که به شباهت به دروازه قلعه نبود. این نخستین گام برای بازیافت همبازی سالهای کودکیم بود. حلقه و زنجیر گرانی بر سینه دروازه سنگینی میکرد و پله هایش سراسر پوشیده از آهن آب دیده بود. بند و بازو و چوکاتش به حد کلفت و هیبتناک بود که گفتیم مدخل شهر ممنوع الورود است و به اذن رخصت پادشاه شهر نمیتوان داخلش شد. هر دم شهید پشت در ماندم تا اینکه پینه دوزی که دکانش مقابل آن دروازه قرار داشت صدایم زد: آقا بچه، خانه کی رو میپالی که من نشانت بدم؟ خوشحال شدم و نزدیکش رفتم. سوالش را تکرار کرد. جواب دادم: پدر خدا خیرت بده، من آبلد ای کوچه هستم، چند روز است که تا و بالا میرم مگر کس خانه محمود خان نشانم نمیته. اشاره به دروازه روبرو گفت: خودش است، امو دروازه کلان است، خدا محمود خان خراب نکنه که مرد دادم است. مگم هنوز نامده، سر کار است. تشکر کردم و گفتم خیم شو به دیدنش می آیم. سپس با آن پینه دوز رفیق شدم و به بهانه های مختلف از جمله رنگ کردن بوتهایم و دم گرفتن بر دراز چوکی دم بساطش که برای مشتری ها گذاشته بود می نشستم و به قصه هایش گوش می دادم. او با استادی تمام کفش های از کار افتاده را با دروش و برنده و تار پخته پینه می زد و بعد از آن با دقت کامل رنگشان می کرد و پس از برس کردن و جلا زدن چنان می درخشیدند که انگار همان لحظه از فابریکه به بازار آمدند. روز دور انداخته و بر سبیل مزاح گفتمش: استاد، قسمی که می بینم این خصوصا تو معجزه میکنن. آیا میتونی دلهای ریش ریش و پاره را هم بدوزی؟ زیرکانه خندید و گفت: به زور خدا انشالله و تعالی. سپس با کنجکاوی به چشمهایم نظر دوخت و گفت: او بچه، نشک دلبای شده باشی؟ جواب دادم: اگر راست بگویم نه دلبای نشدیم، سالاست که دل از دلخانیم کوچ کرده. گفت: یک اندازه بوی برده بودم. پرسیدم چطور؟ جواب داد: ما سر خود در آسیا سفید نکردیم. از همون روزای اول آشنایی می دیدم که کت چشمایت دروازه محمود خان میخوری، ولی هوشت باشه که نوکرای خطرناک دارن، میترسم که سرت بفهمن و کله و کاپوست یکی بکنن.
سپس صلاح دیدم که داستان آشنایی خود با دختر کوکوگل را از الف تا یا برایش قصه کنم و گپی را که یک عمر در دلم غوره مانده بود بیرون بریزم. پیندوز گفت بچه جان، آدم عوادیده موزه را از پای خود میکشه، خدا خیرت پیش کنم، مگم نترس شاعر گفته که دل شیر نداری، سفر عشق مکن. روزی سرگرم گفت و شنود با پیندوز بودم که مزدور دختری از خانه محمود خان برآمد و یک جور کفش نسبتا جدید را به پیندوز سپرد که رنگش کند. بود نه کهنه بود و نه بیرنگ. پیندوز کفش ها را تا و بالا کرد و گفت حتما دختر محمود خان فهمیده که شاگرد بهتر از من بوتهایش رنگ میکنه. بعد از آن کفش ها را به من سپرد تا رنگش کنم. این بار اول بود که کفش دیگری را رنگ می کردم. دستهایم مثل آدم های برق گرفته می لرزیدند و نمیدانستم که آن کار کوچک را چگونه و از کجا سر کنم. استاد برس سیاهی را به دستم داد تا پیش از هر کاری بوتها را برس کنم. شاگردانه و سرشار از شوق و شادی آن کار را انجام دادم. سپس چوبک مسطح را در شیشه رنگ سیاه فرو برد و مقدار رنگ را از آن بیرون کشید. چوبک آغشته با رنگ را به دستم داد و به زبان نگاه دستور داد که مابقی کارها را خودم انجام بدهم. با ترس و لرز آن کار را نیز انجام دادم. آخر امر آن کفش ها را برس و صافه زدم و به دست دخترک دادم. مزدور دختر بوتها را تحویل گرفت و دوان دوان داخل خانه شد. در فرصتی که مشغول کار بودم ناخودآگاه آن بیت معروف از زبانم جاری شد: استاد کفش دوزی روزی برنده را گفت، استاد کفش دوزی روزی برنده را گفت، این کفش دلبر ماست باید نکو بریدند. استاد پیندوز پرسید چه غمغم میکردی؟ نشه که هذیانی شده باشی؟ جواب دادم خدا پرده کنه، من هم از عاقبت کار میترسم. دیگر شب و روز در سفر و حضر چون سایه دنبال ملیحه بودم. مشاهده کفش‌های جلادار و براقش ذوق تمتع از زندگی را در دلم بیدار میکردند. آن رنگ و رخش دلنواز نخستین نشانه های دستهای آرزومندم بر پاپوش‌های نرم او بود. همین مقدار کامیابی سرمستم میکرد و نویدم میداد که شتاب به خرج دهم. سرانجام پس از اینکه عصایم سوزن و کفشهایم پوست سیر شدند به قاف و قله دنیا رسیدم و از دختر کوکوگل خواستگاری کردم. اول بر من سخت گرفتند. خواستگارهای فراوانش با چسباندن صدها عیب شرعی و ناشرعی راه مرا می بریدند و ملامت سارم می کردند. از دهها آدم موافق و ناموافق فقط پدر دختر نادیده طرفدارم شده بود. دورا دور می شنیدم که گفته است بچه عسکری کرده، درسایش با آخر رسانده، دختر دم وقت را درس و تعلیم خوشبخت میکنه، نه زر و زیور. همچنین در گوشش چکانده بودند خواستگار دخترت زبانباز و یاوه‌گوست، گاه حکومت و کلانا را بد و بیرا میگه. او جواب داده بود حرف بدی نگفته، این همه وزیر و وکیل هیچ کاره سزاوار نفرین و لعنت هستند. اگر آنها آدم های خوب می بودند مملکت ما پس نمی ماند. برایش گفته بودند پس در این صورت از عاقبت کار دخترت نمی ترسی؟ بی تردید آن جوان خونگرم گلی به آب خواهد داد. مصمم و جدی جواب داده بود هرگز و هیچ وقت خروسی که به تیغ خونخوار مرد و دور افکنیدش که مردار مرد. سرانجام آستین کهنه برنده مسابقه شد. از جمع آن همه آدم خرپول بالاخره دختر کوکوگل رو به یک بیپول دادند. و بیپولی که در آسمان ستاره و در زمین بوریا نداشت. زن و شوهر شدیم. صدها حادثه گوارا و ناگوار را پشت سر گذاشتیم. روزهای سیاهی را سپری کردیم که از آسمان آتش و آفت میبارید. گردش روزگار سر چندین پادشاه و نیمه پادشاه را زیر بالشان کرد. آدمهای وحشی و نیمه وحشی
چه مسلمان و چه نامسلمان شهر را تیرباران کردند. چند تا از گلوله ها به من هم اصابت کرد. همسرم در اوج رگبار خود را به بالینم رساند تا خطر مرگ را با شوهرش قسمت کند و نگذارد که تنها بمیرد. این یک فداکاری نمونه و غیر قابل تقلید بود. ابنای زمانه همسرانشان را تا لب گور بدرقه کردند، اما همسر من جلوتر آمد و از خطر کردن نترسید. در روزهای نامزدی برایش گفته بودم تو نازپرورده هستی و گرم و سرد دنیا را ندیده ای. باید برای روز مبادا آماده شوی. خمیر کردن، نان پختن، لباس شستن و جارو کردن را یاد بگیری. باید دودهای تلخ تنور، پیاز بریان و زغال سنگ را تجربه کنی. گفت به خاطر تو و اولادهایم از تنفس دود دوزخ نیز روگردان نیستم. اکنون ما هر دو به گذشته تعلق داریم. وقتی که به قفا نظر می کنم در می آبم که سپردن آن راه دراز چه شیرین و چه دشوار بود. دیگر سال هاست که برف پیری بر سر ما باریدن گرفته و در سراشیب عمر بازو به بازو و آرام آرام راهی جهان دیگری هستیم. برای ما زندگی ادامه دارد. بعد از مرگ نیز این چراغ نمی میرد. بعد از ما فرزندان ما میوند آرزو و امید و بعد از آنها چوچه ها، نوه ها و نبیره هایشان قافله عمر را دنبال خواهند کرد. زندگی جوی روان است و روان خواهد بود. این می کهنه جوان است و جوان خواهد بود.